بچه‌ای دعا میکرد که معلمش بمیرد. معلم مرد. پدر این را برد به یه مکتبخانه دیگه به اصطلاح سابق. باز دعا کرد معلم بمیرد، مرد. باز پدر او را بردش به یه جای دیگه، مکتب دیگه. به این پسر گفتند که دعا کن پدرت بمیرد و الا این معلم بمیرد، یه معلم دیگه هم هست. حالا این خارجی ها و اونهایی که تبع خارجی ها هستند باید دعا کنند که این سلاح الله اکبر از ملت ما گرفته بشد و این دعا هم مستجاب نیست. و الا من نباشم باز خود ملت هست.